و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اجتنبوا سبع الموبقات، از 7 چیزی که شما را هلاک میکند از وی خودداری کنید. از 7 چیزی که دنیا را هلاک میکند، از 7 چیزی که آخرت به دوزخ به شما را هلاک میکند از وی خودداری کنید. قالوا و ما هن یا رسول الله، گفتن که ای رسول خدا این چیزهای هلاک کننده چی است؟ گفتن که الشرک بالله و السحر، گفتن که شرک آوردن به الله است. و دومین گفتن السحر، یعنی سحر است. یعنی بینید که جرمی، جنایتی، آفتی یا زیاد بودن گناهی گویم سحر و جادو و فالبینی را پیغمبر در همین حدیث نیز بیان میکنند که بعد از شرک دویم سحر میستد. حتی پیش از قتل نفس از آدم کشی هم پیش گرفتند، چون که سبب آدم کشی همین سحر شده میتواند. چون که سبب گویم جدا کردن عائله، بدبینی پیدا کردن همین سحر میشود. سببی که فرزندها از پدر و مادری که مهر و محبت که زندگانی میکردن جدا شد به سبب سحر و جادو، و فرزندها به سبب از پدر و مادر که دور میشوند که تربیه از آنها گویم بی نصیب میشود و به گمراهی دست میزنند به سبب همین سحر و جادو هست. برای همین هم در دین ما و شما در شریعت اسلام سحر، جادو، فالبینی این بزرگترین گناه است. اتفاق اهل علم بر آن هستند که هر کسی که سحرگر یا جادوگر یا گویم فالبین هست و نعوذ بالله کافر است. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میگویند که لیس منا من سحر او سحر له، از ما نیست. کیم از ما نیست؟ همان کسی که سحر میکند، همون کسی که بر نزد سحرگر رفته سحر طلب میکند، گفتن از ما نیست. گفتن و اینچنین خداوند عزوجل درباره سحرگرها چنین بیان میکند که فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، یعنی سحرگرها، جادوگرها، فالبینها به خاطری که مرد و زن را جدا کردن تعلیم میدهند، سحر را پهن میکنند، جادو را پهن میکنند. اما مؤمن چون بیشتر گفتیم همه را از الله میدانند. چون وقتی که انسان بیمار میشود به نزد طبیب میروید و بیماری شما معلوم میشود و برای شما دارو یا سوزن دارو نوشته میدهند، وقتی که وی را تناول میکنید مسلمان دیگرگون تناول میکند و غیر مسلمان دیگرگون تناول میکند. مسلمان به آن عقیده دارو را میخورد که الله همین سبب کند، او الله هست، الله همین را سبب کند گفته میخورد. اما غیر مسلمان باشد فقط از همین دارو میداند، فقط از دکتر میداند، فقط از طبیب میداند. اما مومن باشد الله اینها را خداوند سبب کرده است گفته. چون که اگر بیماری که اگر خدا شفا ندهد، اگر در وی یگان دارو، یگان دکتر، یگان پروفسور گویم یاری داده نمیتواند. فاذا مرضت فهو یشفین، اگر بیمار شدم الله هست که شفا میدهد. اگر اون بیماری به مرگ برده میرساندگی باشد، اگر مرگ می آمدگی باشد، داروهای قیمت ترین دارو را داده شود هم نجات داده نمیشد از مرگ. والتفت الساق بالساق، وقتی که جان به حلقم به گلو آید، روح به گلو آید و پایها از گویم بیمداری با هم پیوست شوند، یعنی مرگ آمدگینده نه پیغمبر نجات داده میتونند، نه صالح نجات داده میتوند، نه طبیب نجات داده میتوند، نه دارو نجات داده میتوند، نه زندیق و نه فالبین و نه سحرگر و نه جادوگر، هیچ کس یاری داده نمیتواند. چون که همه این چیز با اراده الله سبحانه و تعالی میشد که کن فیکون، شو گد اگر همون چیز میشود. این اعتقاد مؤمن هست که همه را از خداوند میدانند و چیزی درست را سبب میگیرند. و نیز ما باید فراموش نکنیم که تا الله سبحانه و تعالی اجازت نداد، نه سحرگر،
نه چشم دار و نه بلای مصیبت آورنده ان شاء الله فایده داده نمیتواند یا ضرر رسانده نمیتواند. چون که خداوند عزوجل میگوید و ما هم بضارین الا باذن الله، الله تا اجازه ندهد سحرگرها سحرشون تاثیر نمیکند. مگر الله به همون بنده‌ای که قرآن میخواند، همون بنده‌ای که اهل طاعت و عبادت است، همون بنده‌ای که ذکرها رو به جا می‌آورد، همون بنده‌ای که با ذکر الله زبانش دائم هست، خواب رفتن، خیستن، نوشیدن، خوردن، از خواب بیدار شدن، از خانه برآمدن، از خانه در آمدن، وقتی که با ذکر خدا هست الله اجازه می‌دهد مگر که سحرگر به او تاثیر کند؟ ان شاء الله اجازه نمی‌دهد. چون ببینید در حدیث آمده است که وقتی که بنده از خانهش برآید گوید که بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، بسم الله گفتید، توکلت علی الله، بر الله تکیه کردم، نیست طاقت و قوت بجز الله را. همین سه کلمه را گوید فرشته ها میگفتند که کفیت، ای بنده تو در حمایه پروردگار قرار دادی، و هدیت، تو را خداوند راه نیک به هدایت میکند، و شفیت، ان شاء الله در شفا قرار گرفتی. این بنده را ان شاء الله نه سحر کننده نه جادو کننده که الله ان شاء الله در دوام صحبت بیان میکنیم که اینها ان شاء الله تاثیر داده نمیتواند.